فارس؟ بله عالی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن. با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید! برخیزید! برخیز شما! برخیز! جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آنکه زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. چه شده؟ شماها گله را بیاورید. پدر کجا رفت؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز میده. راهیل هوای توست؟ بله. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت هم راهیل با من خوب بود هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائل نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنی؟ یعقوب و راهیل انسانهای بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد. اگر بچه‌ای هم از او داشته باشد او را بر همه همسرانش سروری خواهد داد. مگر او چند همسر دارد؟ همسر من و لیا و زلفا و راهیل. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن. اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میافتد. من گمان نمی‌کنم. یعقوب مرد عادل و مهربانی است. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راهیل و بچه‌اش رو از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه‌ای هستم. نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل 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 هوشو راهیل
راهیل راهیل راهیل نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. این بچه رو بگیرید. برای خالتان راهیل دعا کن. دعای شما زودتر اجابت می‌یابد. پس چرا کاری نمی کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده؟ دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات میشود.